ضررهای عرق را. یک کتاب بود من در مکه یک وقتی خریده بودم، سال 2013 بود. عاید عرق کسی تعلیف کرده است از نگاه علم طب، یک مجلد غفص است. سبحان الله. به جگر چی ضرر دارد، به پوست چی ضرر دارد عرق، به عصب چی ضرر دارد، به اعضاهای تناسل و قوه مردی چی ضرر دارد. فقط از نگاه علم طب ضررهای عرق را جمع کرده است، از نگاه شریعت نه، از نگاه علم طب. همین خیلی یک کتاب نویسی یک چی بود، سبحان الله، اعجاز قرآن اصلش، چون که قرآن همین چیز حرام کرد آخر بیهوده حرام نکرد. یا حتی دندان شستن فایده هاش ذکر کرده از بعضی طبیب ها که در یک مراتبه که انسان دندان خود را با دندان شویک و با خمیرش می شوید، میلیون ها میکروب از دهانش دور میشه. ببینید که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت اگر برای امتم مشقت نمیشد، من در 5 وقت نماز آنها را امری به شستن دندان میکردم با مسواک. اون زمان مسواک رایج بود، مسواک حاضر هم هست. مسواک فایدهش از دندان شویک خوبتر است، لیکن مسواک نباشد دندان شویک با خمیرش، یعنی اون فایده هایی که مسواک دارد اون اگرچه ندارد، لیکن ضرر هایی که مسواک دور میکند اکثر آن ضررها را از دهان دور میکند. یعنی هر امری که شریعت امر کرده است او برای فایده انسان است. شریعت امر کرده است به شستن دندان، و هر عملی که شریعت نهی کرده است، حرام کرده است، مانند نوشیدن عرق، او برای انسان ضررهای کلان دارد. بنابراین مشفق بودن خود را، مهربان بودن خود را در وقت دعوت اظهار کنید که شما وقتی که او را عرق ننوش میگویید محض به فایده او برآمد کرده ایستاده، محض به فایده او این گپ گفته ایستادید، به شما هیچ فایده ای نیست، یعنی به اون نیکی میخواهید، نه اینکه مانند تحقیر و دشنام و به این اسلوب نصیحت کنید. نه،